دوستان عزیز، ما از اون شده هستیم که در شهر خوجند بیناهای بلند آشیانه زیبا ساخته می شوند و این معنی رشد، معنی پیشروی، معنی ترقیات محسوب می شود. لیکن حالا ما وقتی از یک منطقه که این رو منطقه سیچور میگویند میگذشتیم، میکراناهی سیچور، یک منظر خیلی طبعی ما رو خیره کرد. ببینید اینجا همه پرتو رو آورده اینجا پرتوفتند، یعنی کدام پرتوی ساختمانی آورده است اینجا گذاشته است و پس از اون دیگر مردم اینجا رو پرتوگاه کردن، یعنی از یک جای زیبا به یک جای پرتوگاه تبدیل یافته است. خب ببینید دوستان عزیز، ما این گونه بیناهای بلند آشیانه زیبا داریم، یعنی مردم در اینجا زندگی میکنند، انسان ها زندگی میکنند. شاید با خیلی مبلغ های گران اینجا رو خریدند و پرتو رو وارد اینجا میگذارند. خب من البته همچون یک شهروند نمیتوانستم، همچون یک ساکن همین شهر نمیتوانستم که از نزد این آرام گذشته روم. به چه خاطر؟ به اون خاطر که ما حتما که میخواهیم که شهر ما زیبا باشد، شهر خوجند. و دوم همین نفرهایی که حالا مثلا پرتو آورده اینجا میگذارید، شما یعنی به این کارتون کی رو گناهگار کردنی هستید؟ مقاماتی که پرتو میپرتوید، حالا که 200-300 متر از نزد همین خانه پرتوگاه دور نیست، یعنی 50 متر اینجا میگویند که 50 متر. و یعنی کی رو گناهگار میکنید؟ یعنی این عمل، این کاری شما چی معنی دارد؟ معنی در عصر 21 زندگی کردن، معنی صاحب تمدن بودنتون، معنی تاریخ کهن داشتن ملت تاجیک، یعنی چی معنی دارد؟ اگر شما ویدیو رو میبینید، اگر یا همسایه شما میبیند، حتما باید به یکدیگر گوییم که این کاری خوب نیست، باید پرتو رو در جای لازمه پرتویند. زیرا ما میخواهیم که شهر ما همین گونه یک شهر زیبا باشد، همین گونه بیناهای بلند آشیانه داشته باشد و چنان که ما میبینیم اینجا باز بیناهای دیگری ساخته شده ایستادند که آینده به شهر زیب میبخشند. لیکن البته اگر ما همه از خانه خود 50 متر دور نرویم و نزد خانه خود رو این گونه پرتوگاه سازیم، پس آینده چی می شود؟ اونهایی که این ویدیو رو تماشا کردن تا انتها در شهر اندیشه خود رو بنویسید. همین گونه نفران که در نزد خانه خود پرتو میپرتویند چگونه انسان ها هستند؟